سرخط خبرها از رادیو آزادی. سلام، من مومن احمدی هستم. دبیر کلی سازمان ملل متحد به اوکراین سفر کرد. پرونده 4 مهاجر تاجیک در ایرکوتسک روسیه از نو تفتیش می شود. سفیر امریکا پس از حادثه های خونین به بدخشان سفر کرده است. سازمان در دوشنبه دختران را پیش از ازدواج به آموزش دعوت می کند. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. نماینده دادستانی شهر ایرکوتسک روسیه پرونده 4 مهاجر تاجیک که واگن زیستشان را سال گذشته آتش زده بودند ناکامل و نادرست نامیده تحقیق دوباره آن را خواسته است. محمد طاهر اشروف، قربانمت صادقوف، دلیر حسنوف، جمعبای اسکندروف مهاجران تاجیک به اوباشی و قصد کشتار متهم می شوند. نزدیکانشان میگویند آنها جبر دیدند، نه گناهکار. 12 نوامبر سال 2021 ساکنان محلی در دهه زلری ولایت ایرکوتسک به واگن 7 مهاجر تاجیک حمله کردند. نسیم جانی سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله، 2 مهاجر تاجیک در نتیجه سوختار واگن هلاک شدند و مقامات روس 4 همراهشان را بازداشت کردند. افرادی که روز 17 آگوست در مرافعه دادگاهی مهاجران تاجیک شرکت داشتند بر رادیو آزادی گفتند بین مفتشان کمیته تفتیشات و نماینده دادستانی ایرکوتسک بحث صورت گرفت. دادستانی بعد دادرس پرونده گفته است که گفته‌های شاهدان و گمانبران خلاف هم هستند و لحظه‌های اول حادثه ناروشن مانده است. از این رو خواسته است که پرونده از نو تفتیش شود. دادگاه طلب دادستان را پذیرفته است. دیروز دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش وارد شهر غربی لویو اوکراین شد. امروز او تصمیم دارد با پرزیدنت های اوکراین و ترکیه ولادیمیر زلنسکی و رجب طیب اردوغان وضع امنیتی اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژی را که از طرف روسیه اشغال شده است بررسی کند. همچنین به گفته مقامداران سازمان ملل متحد در این ملاقات راههای ختم تجاوز روسیه به خاک اوکراین ارزیابی می شود. روز 19 آگوست گوترش از بندر اوکراینی در ساحل بحر سیاه زیارت خواهد کرد. اخیراً اوکراین صادرات گندم و غله را از سر گرفت. هفته‌های گذشته سازمان ملل متحد و جامعه جهانی اظهار نگرانی کردند که تیربارانی طرف‌های درگیر می‌تواند نیروگاه زاپاروژی را که بزرگترین پایگاه هسته‌ای در اروپا میباشد به فاجعه روبرو کند. سازمان ملل متحد گفته است که برای سفر ناظران بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد یا سازمان بین المللی نیروی هسته‌ای به زاپاروژ کمک خواهد کرد. اما مسکو میگوید اگر این هیئت به واسطه کیف به زاپاروژ رفتنی باشد آن را قبول نخواهد کرد. در این حال روسیه اصرار می‌ورزد که جانبدار سفر هیئت بنگاه هسته‌ای سازمان ملل متحد به نیروگاه زاپاروژ است. ده‌ها نفقه‌گیر در ختلان از مشکل دریافت پول در بانکمت‌ها شکایت کردند. پیرانسالان منتظر در پشت بانکمت‌ها چی میگویند و مقامات با آنها چی پاسخ دارند؟ این را در گزارش همکاران ما در برنامه اخبار تماشا کنید. همچنین همکاران ما به وادی دوردست یغناب سفر کردند. در این وادی که راهی درست ندارد کودکان با مشکل خط و سواد می‌آموزند. همکاران ما از زندگی نورسان یغناب نیز گزارش تهیه کردند که آن را در برنامه اخبار آزادی در ساعت 4 به وقت تاجیکستان و ساعت 2 به وقت مسکو تماشا کنید. همکارانم با شرافت محمد انبر و رهبر پیشین کنسول ملی اسماعیلیان تاجیکستان که چند بار از جانب کمیته امنیت ملی برای بازپرسی دعوت شده بود صحبت کردند. در برنامه اخبار آزادی و سامانه رادیو آزادی جزئیات این صحبت و بازداشت یک بلاگر دیگری مقیم بدخشان را نشر خواهیم کرد. سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در خبرنامه گفته است که سفیر این کشور با دعوت مقامات تاجیک به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر کرده است. با گفته سفارت سفیر جان مارک پامیرچایم در فورم بین المللی صاحبکاری و سرمایه‌گذاری پامیر اینوست 2022 در خاروخ که روزهای 16-17 آگوست برگزار شد اشتراک داشته است. ظاهرا سفیر آمریکا در تاجیکستان از کمترین دیپلمات‌های کشورهای غربی است که پس از حادثه‌های خونین ماه می ایون در بدخشان به این ولایت سفر می‌کند. آخر ماه می مقامات تاجیک اعلام کردند که 16 نفر عضو گروه جنایتی را در بدخشان بی‌ضرر کردند و 10 نفر دیگر را بازداشت نمودند. ساکنان و سازمان‌های حامی حقوق مقامات را در سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات و قتل و شکنجه بیگناهان متهم می‌کند. پامیرچایم هیچ صحبتی درباره حادثه‌های اخیر بدخشان نکرده است.
در خبرنامه سفارت گفته می شود که سفیر با طرح‌هایی که ایالات متحده مبلغ گذاری می کند شناس شده است. نیروگاه برقی آبی 3 ابزار که بیش از 600,000 نفر را با برق تامین می کند، مرکز امریکایی در خاروق و تخنوپارک پامیر که صدها نفر را به گفته سفارت به شغل و کسب آموزی فرا گرفته است از جمله چنین طرح‌ها بوده است. مرکز آموزشی لیدی مستریتسا یا کدبانو در دوشنبه برای جوان دختران دوره آموزشی قبل از ازدواج سازمان داده است. نمایندگان این سازمان بر رادیو آزادی گفتند که در دوره آموزشی 10 روزه دختران را برای زندگی آینده عائلوی آماده می کنند. 5 روز به دختران طرز پختن غذاهای گوناگون، 3 روز شیوه آرایشی موی و روی و 2 روز دوزندگی را می آموزند. دوره 10 روزه آموزشی 2100 سامانی را تشکیل می دهد. مسئولان مرکز گفتند که همزمان با جوان دختران طرز مناسبت با خسر و خوشدامن و نزدیکان شوهر آیندهشان را خواهند گفت. آنها گفتند اکثرا از بی‌هنری عروسان جوان شکایت می کنند و این دوره آموزشی شاید به جوان دختران کمک کند. حامیان حقوق زنان پیوسته جامعه تاجیکستان را تنقید میکنند که اکثرا کلین را تنها همچون خدمتگار خانه میبینند. با گفته آنها این شیوه باید تغییر کند و از مرد و زن در زندگی خانوادگی طلبی برابر شود. اکثر آنها جوان پسران را تنقید میکنند که از بزرگسالان خود فقط خشونت به عروسان را یاد گرفتند. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه بیشتر از 50,000 جفت با هم ازدواج میکنند. شماره آنهایی که سالانه از هم جدا میشوند به بیشتر از 10,000 نفر میرسد. بینندگان عزیز، در پایان برنامه شما را با قربی اسعار شناس میکنیم. بانک ملی تاجیکستان برای روزی 18 آگوست قربی 1000 روبل روسی را به 164 سامانی و 20 درهم برابر کرده است. بانک ملی 1 دلار آمریکایی را به 10 سامانی و 25 درهم و 1 یورو را به 10 سامانی و 44 درهم می‌خرد. خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی می‌تواند از بانک ملی فرق داشته باشد. با همین برنامه ما به پایان رسید. پس از 3 ساعت با خبر و گزارش‌های تازه ما را در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. خدا نگهدار.